من تجربیات هم زیستن این ور جهانو دارم، هم اون ور جهانو دارم. دنیا برای رنجای شما پشیزی ارزش قائل نیست. به این نتیجه رسیدم هیچ کس رنجهای شما و شما رو با رنجاتون دوست نداره. زنجموره بزنید و گریه و لابه و آه و زاری و تو سر بزنید، پستر میشیم. دنیا برای یک چیز حرمت قائله: گذر از رنج ها، یافتن راه حل. شما برای این رنج چه راه حلی پیدا کردید؟ شما رو برای اون راه حل ستایش خواهند کرد و میکنند. فردوسی تجلی یک حمله خانمانسوز عرباز به سرزمین ما. بیا این راه حل رو چجوری پیدا کرده؟ دنیا اون ستایش میکنه، دیگه به رنجا کاری نداره. مغول 6 میلیون جمعیت شهری در ایران نابود کرد 800 سال پیش. تمام شهرها رو ویران کرد، قنات‌ها رو شکست، مردم شبدر میخوردند. در یک لحظه تاریخ جانگوشای جوینی رو ورق بزنید، در یک لحظه ناموس شهر هزاراسپ رو بردند. عطاملک جوینی میگه، من بر اساسش یه نمایشنامه نوشتم و اجرا کردم. برای رنجهای ما در دوره مغول دنیا ارزشی قائل نیست، براش بی تفاوته. در عوض ما تونستیم از طریق عرفان و آثار عرفانی از رنج گذر کنیم، این رنج رو تبدیل به یک پدیده فرهنگی بکنیم و دنیا رو به تحسین واداریم. بنابراین عظمت یک فرهنگ در جستن راه حل هاست، در جستن ابتکاراته. و برای این همونقدر فیلسوفان رو نیاز داریم، اونایی که دائما فکر کنن چه کار باید کرد، تقلید نکنن، کپی نکنن، مجیز نگن، قربان صدقه این اون نرن، فکر کنن، راه حل پیدا کنن.